امشب پریشونم یه حال دیگه ای دارم، 100 سال داغونم خیال دیگه ای دارم، جز زنده بودن احتمال دیگه ای دارم. من اون گلی هستم که در آوند خوابیده، از اول هر سال تا اسفند خوابیده، زندونی تبعیدی در بند خوابیده. من حرفام از درد، از روی حماقت نیست، از بی کسی، از زخم یا از روی عادت نیست. این زندگی تاوونه، از روی سعادت نیست. عمری بزرگی رو فقط در فیلم می دیدم، من سینما رو در حسین گیل می دیدم، راه نجات خلق رو در انجیل می دیدم. من هر شب از ترس خدا سهراب می خوندم، جای مناجات و دعا سهراب می خوندم، حتی نمیفهمم چرا سهراب می خوندم. هر شب قطاری که منو میدید تو مترو پر میشد از حجم تن خورشید تو مترو، مثل موبایلی که منو دزدید تو مترو. من حرفامو میزنم چون که همین هستم، اصلا نمیفهمم که بیرون اوین هستم. من ماه بودم پس چرا روی زمین هستم. میترسم از دردی که تا اون درشتی شد، از تیم فوتبالی که اینقدر باخت کشتی شد، از دست سلمانی که قرن 20 رشدی شد. این فکرها زاییده ذهن مریضم نیست، محصول نطبرداریای پشت میزم نیست. در من فرویدی هست که در چشم هیزم نیست. من سالها با دشتی و ماهور خوابیدم، سخته ولی با چشمهای کور خوابیدم، با 100 نفر 100 سال در یک گور خوابیدم. من مادرم حتی غم زرتشت رو میدونه، تأثیر ضرب پنج بکس و مشت رو میدونه، این که منو کی تو خیابون کشت رو میدونه. دستی که آروم رفت روی ماشه تردید، با چشمهای بسته احساس منو میدید. سرجوخه‌ای که وقت اعدام خودش خندید. از جیرک ها نمیپرسند حالم رو، از مردم بدبخت شرح ارتحالم رو، از حافظ خوابیده توی گور فالم رو. حالم فقط با اشک و همدردی عوض میشه، بعد از فروپاشی یه نامردی عوض میشه. حال من از روزی که برگردی عوض میشه. امشب پریشونم. مرسی.